بسم الله الرحمن الرحیم. ز گهواره تا گور دانش بجو. پیامبر اکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزانی که دارید صدای ما رو میشنوید. در ابتدای سلام بهتره که خودم رو معرفی کنم. بنده انوشیروان فقیر شاهی هستم. امیدوارم که در لحظه ای که این کتاب صوتی رو میشنوید و گوش میدید حال دل و حال روحتون خوب باشه. دوستان عزیز، من به همراه یکی از عزیزانم با این تفکر که امکان دارد شما عزیزان علاقمند به کتاب و مطالعه باشید، اما به دلایل گوناگون و مشغله ها و گرفتاری های روزمره عصر ما وقتی برای مطالعه ندارید. پس تصمیم گرفتیم که برای شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی کتاب صوتی تهیه کنیم و همین اوایل عرایزم خدمت شما عرض کنم. برادران و خواهران عزیزم، ما فقط به صرف این که کنار هم و با هم کتاب بخونیم این کار را انجام میدهیم و اگر کمی کسری قصوری در اجرا فن بیان و یا حتی نحوه خواندن ما میبینید آن را به بزرگواری خود ببخشید، چرا که ما از کمترین امکانات استدیویی ضبط صدا محروم هستیم و کاری صرفاً دلی برای شما عزیزان ضبط میکنیم و برای این که قرار نباشه خوندن ما مصنوعی و خشک باشه، پس تصمیم گرفتیم به مانند یک خواننده واقعی کتاب عمل کنیم. یعنی اگر جایی به اشتباه خوندیم خودمون رو در حین خوندن اصلاحش کنیم، نه در ادیت و تدوین و یا به قول امروزی یا فتوشاپ. و همچنین لازم به ذکر است که اعلام کنیم ما فقط صرفاً خواننده و انتقال دهنده مطالب کتاب هستیم و نه نوشته کتاب رو تایید میکنیم و نه تکذیب میکنیم و این امر رو به شما شنونده به کتابخوان محترم واگذار میکنیم و در قبال این کار 2 خواسته از شما داریم که فکر کنم ناعادلانه هم نباشه. 1، ما رو در پلتفرم یوتیوب دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. 2، این که اگر امکانش بود در جمعهای خودتون و در کنار دوستانتون این کتاب رو گوش کنید تا رسالت خودتون رو نسبت به معرفی کتاب و فرهنگ کتابخوانی انجام داده باشید. امیدوارم که در زندگی آنقدر از سر خوشبختی بلند بخندید که صدای خنده اتان گوش فلک را کر کند. و اما بعد برویم سر اصل داستان خودمان، یعنی شروع کتابخوانی. کتابی رو که امروز میخوایم با هم بخونیم اثر آقای امیرحسین پناهی هست به نام حماقت‌های تاریخ بشری که این کتاب در سال 1388 نوشته شده. این چه شور است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کس روزبهی میطلبد از ایام، علت آن است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن، که من این پند به عذر و گوهر میبینم. کل تاریخ بشری حماقت‌ها همیشه تکرار شده و هیچگاه تغییر نکرده، فقط اسامی آنها و شکل‌های آن تغییر جزئی کرده، ولی حماقت‌های بشری تاکنون ادامه داشته است. یعنی وقت آن نرسیده که عقل و منطق جای خود را به حماقت بدهد. باید تلاش کنیم تا این حماقت‌ها را از بین ببریم. سینوحه پزشک مخصوص فرعون در حدود 3550 سال پیش میزیسته و وقایع آن دوران را در کتابی به خط آن زمان نوشته و در جعبه فلزی و چوبی قرار داده و خاک کرده
خاک کرده است. حدود 150 سال پیش که کارشناسان آلمانی آن را کشف و موفق به ترجمه آن شدند، او با مردمان امروز این گونه سخن و صحبت کرده است: ای کسی که کتاب مرا می‌خوانی، وسایل زندگی تو از وسایل زندگی من پیشرفته تر است، اما حماقت بشر هیچگاه تغییر نمی کند. مسائلی که من در این کتاب می نویسم در زمان تو نیز می باشد. در آن زمان بت‌های زیادی وجود داشته، حتی آخرین بازمانده حیوانات ما قبل تاریخ را نیز می پرستیدند. طرفداران یک بت ریش می گذاشتند و طرفداران بت دیگر ریش می زدند. هر دو طرف همیشه با هم درگیر بودند و جنگ‌های زیادی می‌کردند و کشته‌های زیادی هم می‌دادند. امروز در ایران عزیز خودمان هنوز عده‌ای ریش می‌گذارند و عده‌ای ریش نمی‌گذارند و هر دو با هم اختلاف نظر دارند و گاهی درگیری هم بین این دو قشر پیش می‌آید. فقط شکل بت‌ها تغییر کرده است. چرا این همه اختلاف در تاریخ وجود داشته و باعث کشتار بسیاری شده که همه از جهل و عدم آگاهی نشأت گرفته است؟ روزی یک معلم بر سر کلاس درس می رود و یک کاغذ سفید بر می دارد و نقطه سیاهی در روی کاغذ می گذارد و به دانش آموزان می گوید چه می بینی؟ همه می گویند یک نقطه سیاه. معلم می گوید این همه سفیدی روی کاغذ هست، هیچ کدام آن را ندیدید، فقط یک نقطه سیاه را دیدید. امروز نیز به همین گونه می باشد. فقط ملت‌ها دست روی نقطه اختلاف می گذارند و نقاط اشتراک زیادی که وجود دارد را نمی بینند. مگر نه این که جهان را یک خالق خلق کرده است؟ مگر نه این که همه از یک پدر و مادر، یعنی از حضرت آدم و حوا به وجود آمده ایم؟ پس همه اعضای کره زمین اعضای یک خانواده اند، ولی ما را هزاران فرقه و دین و مذهب کردند و همه با هم اختلاف داریم. اختلافات کودکانه که اگر واقعا درست به این اختلافات بنگریم کودکانه و کمدی است. در کل تاریخ اختلافات این گونه بوده. مثالی میزنیم: یکی آمده گفته در پشت پرده یکی هست، آن یکی گفته هیچ کس نیست و برای همین موضوع جنگ‌های بسیاری رخ داده است. بعد هر دو قبول کردند که یکی هست. آن وقت یکی گفته نام او اهورامزدا می باشد، دیگری نام او را الله گذاشته و مجددا جنگ شروع شد و کشتارهای بیشماری شد. در یکی از این اختلافات به این گونه بوده: یکی گفته باید با او به زبان فارسی صحبت کرد، دیگری گفته نه باید به زبان عربی صحبت کرد، دیگری گفته نه به غیر باید صحبت کرد و مجددا جنگ آغاز شد. بعد گروه‌های قبول کردند که باید عربی با او صحبت کرد، باز هم با هم اختلاف پیدا کردند. یک گروه گفتند برای صحبت کردن با او باید اول صورت بعد پشت دست را شست، دیگری گفت باید اول صورت و جلوی دست را شست. مجددا جنگ شروع شد. هر کسی که اتفاقی برایش میافتد میگویند خود را جای او بگذار تا ببینید چه دردی میکشد. حالا شما فرض کنید لحظه ای جای خالق هستید. شما هستید و وقایع بالا را میبینید. آیا خشم شما را فرا نمیگیرد؟ آیا شما خالق هستی بودید؟ چه انتظاری از مخلوقات خود داشتید؟ اگر کسی به زبان فارسی یا انگلیسی یا ژاپنی و یا غیره با شما حرف میزد، او را میسوزاندید؟ همان فرض را ادامه میدهیم. شما خالق هستی و بنده های خود را نظارت میکنید. یکی هواپیما میسازد، یکی قلب عمل میکند، یکی پرستاری میکند، یکی رانندگی میکند و غیره، و یکی هم از صبح تا شب، از شب تا صبح از شما تقدیر میکند. حالا شما از کدام یکی راضی هستید؟ من مطمئن هستم کسی که از چاپلوسی خوشش نمی آید و کسی که کار مفید انجام می دهد از او راضی هستند.
و بعد از این که صحبت میرسیم به همان سخن چند هزار ساله ایرانیان که میگفتند گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. اگر شما هم جای او بودید به غیر از این چند کلمه از بشر انتظار دیگری نداشتید. تمام ادیان را اگر خلاصه کنیم همین را گفتند، ولی متاسفانه عقاید مختلف مانند کودکان بر این که چگونه با پروردگار ارتباط برقرار کنند با هم اختلاف و دعوا دارند سر زبان. سر وقت صحبت کردن با پروردگار در آب ریختن روی دست، سر، پا، یا اول پای چپ را بشوییم یا پای راست و یا غیره با هم دعوا دارند. باز مجددا برمیگردیم به فرض اولیه، خود را لحظه ای جای خالق هستی بگذارید و میبینید که قومی با قومی دیگر حمله کرده و میگوید شما باید به طریق ما با خالق صحبت کنید و بگویید و نگویید، که اگر نگویید شما را میکشیم. در این راه خودشان نیز کشته میشوند و فکر میکنند که به بهشت میروند. آیا خشم شما را فرا نمیگیرد و به این حماقت ها افسوس نمیخورید؟ اصل فقط عمل انسان است. هر کسی عمل صالح انجام دهد در نزد خداوند عزیزتر است. حال به هر زبان با خداوند سخن بگوید یا اصلا سخن نگوید. روزی امام جماعت مسجد محله این گونه می گفت که اگر شخصی در مسجد کفش جفت کند و دیگران از او یاد بگیرند و آنها نیز کفش جفت کنند، تا وقتی که در این مسجد کفش جفت می شود ثوابی به نام نفر اول نوشته می شود. حال ما کاری که ادیسون انجام داد را بررسی می کنیم. الان در حدود 5 میلیارد نفر از برقی که توماس ادیسون کشف یا اختراع کرده است استفاده می کنیم و 200 سال است که این برق اختراع شده. ببینید در این 200 ساله چند تا از این 5 میلیارد انسان از برق او استفاده کردند و مقام او نزد پروردگار به کجا رسیده است. همینطور راجع به گراهام بل، کاشف تلفن، لویی پاستور، زکریا رازی، ابو علی سینا و غیره میتوان گفت که اینها مقام بالایی در نزد خداوند دارند. روزی پادشاهی تصمیم میگیرد که دیگر از پادشاهی کنار برود و در گوشه‌ای خلوت فقط به عبادت خداوند بپردازد. پیری فرزانه از این موضوع باخبر می شود و نصیحتی به ایشان می کند. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و به او فهماند که آن پادشاه اگر در مقام خودش به مردم ظلم نکند و تا آنجایی که از دستش برمی آید به مردم خدمت کند، خداوند از او راضی می باشد. همان گونه که گفته شد جهان را یک خالق خلق کرده و همه از یک مرد و زن به نام حضرت آدم و حوا به وجود آمدند. پس همه کره زمین اعضای یک خانواده هستند و آنهایی که از نظر علمی مسائل را بررسی می کنند می گویند پیدایش جهان بر اثر انفجار بزرگی رخ داده. البته کل هستی را ابتدای خلقت در یک نقطه می دانند و بر اثر علتی که آن را نمی دانند چیست و می گویند خواست خداوند است، انفجار عظیمی رخ داده. بعد کهکشان‌ها و کرات مختلف تشکیل شده و بعد کره زمین به وجود آمده. و در کره زمین دانشمندان معتقدند کلیه جانداران، انسان، گیاهان و حیوانات از مواد کربن دار عالی که در آب بوده تشکیل شدند. باز تکرار میکنم، دانشمندان معتقدند کلیه جانداران، انسان، گیاهان، حیوانات از مواد کربندار عالی که در آن آب بوده تشکیل شدند. ابتدا تک سلولی و بعد بر اثر تکامل پرسلولی و بر اثر تکامل‌های بعدی تبدیل به گیاه یا حیوان یا انسان شدند. در این نظریه که حتی حیوان و انسان و گیاه را اعضای یک خانواده می‌دانند و می‌گویند منشأ کل حیات یک نقطه بوده است. در ادیان مختلف اکثرا منتظر شخصی هستند که بیاید و جهان را از ظلم نجات دهد و یک حکومت تشکیل دهد که در آن عدل و داد باشد.
زرتشتیان میگویند سوشیانت میآید، یهودیان میگویند حضرت مسیح میآید، مسیحیان میگویند حضرت مسیح زنده هستند و روزی ظهور میکنند. ما مسلمانان میگوییم امام زمان میآید. پس همگی منتظر هستیم. ولی آمریکایی ها طرح دهکده کوچک جهانی را چندین سال است که مطرح کردند و دنبال می کنند و ما در خواب هستیم و یک وقت بیدار می شویم که کار از کار گذشته و یک ابرقدرت غالب بر دنیا شده و ما منتظر هستیم شخصی ما را نجات دهد. ما که دم از امام زمان میزنیم در جهت تشکیل حکومت جهانی و آماده سازی ظهور آن حضرت هیچ کاری انجام ندادیم. فقط شعار میدهیم راه امام زمان راهی است که جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان انجام داده‌اند، یعنی گفتگوی تمدن‌ها. همیشه به ما گفتند منتظر باشید، حضرت ظهور می‌کند و با شمشیر مبارک گردن می‌زند و عدل و داد را برقرار می‌کند. و ما هم هیچ کاری نکرده ایم غیر از انتظار. ولی متاسفانه باید بگوییم این راه درستی نیست. راه درست و راه امام زمان تلاش جهت عدالت جهانی و جهانی سازی از طریق گفتگو است. البته تشکیل حکومت جهانی به ریاست آمریکا یا ابرقدرت دیگری درست نیست، چون آنها همین الان عدالت را اجرا نمی کنند. همان گونه که می‌دانیم آمریکا بر سر مردم ویتنام چقدر بمب ریخت و چه بلاهایی بر سر مردمان افغانستان و عراق و غیره آورد. حکومت جهانی باید از تمامی ملت‌ها تشکیل شود و به صورت شورایی باید اداره شود و وابسته به شخص نباشد. این راه امام زمان است. البته مجدداً برمیگردیم به وقایع تاریخی. داستانی به صورت شعر گفته شده است که در روزی از ایام قدیم 4 نفر هر روز از کوچه عبور می کردند. البته به هنگام تاریکی شب و برق نیز نبود. در یک شب وقتی در آن کوچه عبور می کردند دیدند راه مسدود است. یکی گفت بگذارید من با دست لمس کنم ببینم چیست که راه مسدود کرده. او گفت این تخت پادشاه است. دیگری رفت لمس کرد و گفت این ستون است. دیگری گفت این ناودان است و دیگری گفت باد بزن است. تا صبح صبر کردند و دیدند که آن یک فیل است که هر کدام به قسمتی از بدن او دست زدند. یکی پاهایش را مثال ستونی دیده، دیگری پشتش را مثال تخت، دیگری گوشهایش را مثال باد بزن دیده و دیگری خرطومش را مثال ناودان دیده. هر کس از ظن خود شد یار من، کس خبر ندارد از اسرار من. وقایع تاریخی نیز همین گونه هستند و کسی دقیقاً نمی‌داند چه اتفاقی در گذشته افتاده. هر کسی یک جور و یک جور تفسیر می‌کند. روزی در کوچه‌ای نزاعی در گرفته بود. بعد از 10 دقیقه به محل رسیدم. از شخصی پرسیدم چه شده؟ گفت اول حرف او بد زد و او یکی را به ضرب و شتم کرد و دیگری جور دیگر تعریف کرد و نفر سوم به طریق دیگر گفت. حالا اتفاقی که 10 دقیقه بعد به آنجا رسیده ام اینجوری تعریف شده، چطور ما انتظار داریم اتفاقی که در هزاران سال پیش افتاده دقیقاً دست نخورده باشد؟ چند مثال می‌آورم. در سوره مبارکه احزاب آیه 47 به بعد می‌فرماید که ای پیغمبر در این جنگ‌ها هر چند تا کنیز گرفتی بر تو حلال است. تو مالک آنها هستی و دختر خاله و دختر عمه و دختر عمو و دختر دایی‌هایت نیز بر تو حلال است و فقط هم مخصوص پیامبر اسلام حلال است و دیگر مسلمین خیر. حال سوال اینجاست مگر می شود انسانی در مالکیت انسان دیگر قرار بگیرد؟ در سوره مبارکه نساء آیه 1 تا 6 این گونه می فرماید که ما شما را از حضرت آدم و حوا آفریدیم، پس شما ازدواج کنید تا 4 همسر می توانید اختیار کنید و اگر عدالت بین آنها را نمی توانید رعایت کنید یکی بگیرید و آن کنیزانی که شما مالکشان هستید برای شما بس است.
سؤال مجددا همان است: مگر می شود انسانی مالک انسان دیگر شود؟ در سوره مبارکه کهف آیه 86 به بعد می فرماید که ای پیامبر، از تو می پرسند ذوالقرنین کیست؟ او کسی بود که ما به او وسایلی دادیم که سفر کند و به جایی رسید که مشاهده کرد خورشید در یک آب سیاه گلالود فرود می رود و بعد از اتفاقاتی که می افتد به جایی می رسد که خورشید از میان دو کوه بیرون می آید. سوال اینجاست: مگر خورشید چند برابر زمین بزرگ نیست؟ پس چگونه در آب گلالود فرو رفته و از میان دو کوه بیرون آمده؟ و چندین آیه دیگر نیز وجود دارد که جای بحث و گفتگو دارد. علما هر کدام در کتاب‌های مختلف تفسیرهای گوناگونی می‌گویند که همگی قابل احترام است، ولی وقتی تاریخ را مطالعه می‌کنیم به این گونه است که وقتی به پیامبر وحی نازل می‌شود ایشان در بلندی می‌ایستند و برای مردم آن را می‌گفتند. وقتی جمعیت زیاد بود شخصی میان جمعیت می‌ایستاد و حرفهای ایشان را به بقیه می‌گفتند و نفر بعدی هم به همین ترتیب. قرآن کریم در 23 سال در مکانهای مختلف نازل شده است و در موقع فوت پیامبر اسلام کتاب قرآن جمع‌آوری شده و در یک کتاب وجود نداشت. باز میخونم درست‌تر که به ذهنمون بشینه. قرآن کریم در 23 سال در مکانهای مختلف نازل شده است و در موقع فوت پیامبر اسلام کتاب قرآن جمع‌آوری شده در یک کتاب که قبلا وجود نداشته به صورتی کتاب در میاد. و اما ادامه: بعد از فوت پیامبر تصمیم گرفتند که قرآن را جمع‌آوری کنند. در زمان حاکمان وقت عمر یا عثمان شروع کردند به جمع‌آوری آیات الهی. بعد متوجه شدند دو سه نوع نوشته در آمد. بعد از گفتگوها و بحث‌های فراوان یک کتاب مورد تایید قرار گرفت. آن را نوشتند به خط کوفی. خط کوفی دو نوع می باشد: یکی نقطه دارد و دیگری نقطه ندارد. هر دو اعراب گذاری ندارد. بعد از 300 سال خط نوین آمد و اعراب گذاری قرآن کریم را آغاز شد و خط نوین همینطور که می‌دانیم اگر یک کسره یا فتحه جابجا شود معنای کلمه تغییر می‌کند و در یکی از شعرهای حافظ به این گونه آمده است: اگر عاشقی باید مانند حافظ عاشق باشی، که 14 روایت قرآن را خوانده به طوری که معلوم است و قرآن بر 14 نوع اعراب گذاری شده است که یکی از آنها مورد تایید شیعه می باشد. پس بنابراین کسی که این آیات را به ایشان وحی شده این قرآن را ننوشته است. کسان دیگری بعد از فوتش آن را به خط کوفی نوشتند و بعد تغییر خطی هم مجددا انجام شده. مسلم است که اصل آیه های الهی باقی نمی ماند. متاسفانه اصل کلام پروردگار در دسترس نمی باشد و در تاریخ یکی از حماقت های دیگری که اتفاق افتاده حمله عمر خلیفه دوم به ایران بود. او ابتدا نامه‌ای برای یزدگرد سوم می نویسد که ما اسلام آورده ایم، شما نیز باید اسلام بیاورید. اگر قبول نکنید ما به شما حمله می کنیم. و یزدگرد سوم جوابیه‌ای برای عمر می نویسد و ارسال می کند و می گوید تا چند سال پیش شما بت می پرستیدید و دختران خود را زنده به گور می کردید. حال در ایران تا تاریخ بوده ما خدای یکتا اهورامزدا را می پرستیدیم و روزی 5 بار عبادت می کنیم و به زنان خود اینقدر احترام می گذاریم که پادشاه زن داشته ایم و استاندار زن داشته ایم و رئیس نیروی دریایی ما زن می باشد. حال تو آمده ای می خواهی ما را به راه راست هدایت کنی؟ بعد از مدتی عمر به سرداری سعد بن عاص به ایران حمله کرد و شعار می دادند که یا می کشیم و به غنیمت می بریم یا کشته می شویم و به بهشت می رویم و غارت و کشتار را شروع کردند تا ایرانیان را به راه راست هدایت کنند. و سعد بن عاص در این حمله نامه‌ای به عمر می نویسد که بهشتی که حضرت پیامبر وعده دادند همین جاست و به آن رسیده ایم. و اینقدر نادان بودند وقتی فرش بزرگ و معروف بهارستان را دیدند به غنیمت گرفتند. برای اینکه بین مسلمین به مساوات تقسیم شود
آن را با شمشیر تکه تکه کردند و به هر نفر تکه از فرش را دادند که عدالت اجرا شود. و دیگر باید از حماقت‌های مسیحیان در قبل از رنسانس یاد می‌کرد. و گالیله آمد و گفت زمین گرد است و خورشید ثابت است و زمین به دور آن می‌چرخد. کشیشان می‌گفتند تو کافری و در کتاب ما چنین چیزی را نگفته و می‌خواستند او را بسوزانند و به او فرصت توبه دادند. ولی بعدها معلوم شد که او درست می‌گفته، یعنی خداوند به پیامبرش حضرت عیسی در انجیل اشتباه وحی کرده است. مسلماً خیر، تعالیم ایشان درست نگارش نشده و دیگران اشتباه می‌کردند و خطای انسانی بوده و تعصب و حماقت می‌کردند و می‌گفتند و گفته می‌شد که در آن زمان فرقه‌های دیگر مسیحیت مورد خشم بودند که آنها را وادار می‌کردند همدیگر را بکشند و حتی در مواردی می‌گفتند که گوشت مرده‌ها را باید بخورند. کشیشان در آن زمان زمین‌های بهشت را می‌فروختند و پول دریافت می‌کردند و گفته می‌شد شخصی آمد و گفت من زمین‌های جهنم را کلاً می‌خواهم و کشیشان به مبلغ کمی آن زمین‌ها را به او فروختند. بعد آن شخص رو به مردم کرد و گفت من کل جهنم را خریدم و مال من است و کسی را به آن راه نمی‌دهم. این چند تا از حماقت‌های کشیشیان مسیحی بود. از حماقت‌های قوم بنی اسرائیل که تا به امروز هم ادامه دارد، که دیگر از حد گذشته پیامبرشان را که دغمرگ کردند و حال نیز استناد به توراتی که در عصر حاضر چند بار آن را تغییر دادند، ملتی را قتل عام می‌کنند و دم از خداوند می‌زنند. بد نیست به جنگ جهانی دوم نیز به عنوان حماقت‌های بزرگ بشری نیز سری بزنیم. یک شخص به نام آدولف هیتلر عقایدی را در سر مردمش فرو کرد و گفت قوم ما از همه برتر است و ما باید جهان را فتح کنیم و جنگ را آغاز کرد و حدود 30 میلیون نفر کشته شده و خودش هم بعد از این همه جنایت و حماقت‌هایش را به گور برد. در عصر حاضر حماقت‌های فراوان دیگری دیده می شود. رهبر فرقه وهابیت فتوا داده که هر کس شیعه را بکشد جایش در بهشت است. در همین چند وقت پیش شخصی که به کربلا رفته بود و به زبان عربی مسلط بود می گفت شنیدم 2 نفر با هم به عربی صحبت می کنند و می گویند ما 2 تا شیعه را کشته ایم و اگر یک شیعه دیگر را بکشیم خیالمان راحت می شود و به بهشت می رویم. که احتمالاً این از سیاست‌های انگلیسی است که تفرقه بیانداز و حکومت کن. و نکته دیگر این که در همین چند سال قبل در بوسنی و هرزگوین در قلب اروپا که ادعای مهد تمدن و حقوق بشر را دارند، مسلمانان را سر می‌بریدند و اعدام‌های وحشیانه داشتند، به این طریق که با پد که بر سر شخص می‌کوبیدند تا بمیرد. چنین وحشیگری در عصر فضا قابل تحمل نیست و همینطور که می‌بینیم به گفته سینوحه صحیح بود وسایل زندگی ما تغییر کرده، اما حماقت‌های بشر هیچگاه تغییر نمی‌کند. بت پرستی نیز همین حالا وجود دارد ولی طریقه آن عوض شده. پیامبر اسلام بت‌های کعبه را شکست تا مردم به خدای یکتا پی ببرند و همیشه می‌گفت من نیز بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی می‌شود. و روزی ایشان سوار بر شتر به کعبه وارد شدند، از شتر پایین نیامدند و با عصای خود ضربه‌ای آرام به کعبه زدند و با شتر خود برگشتند. از ایشان سوال شد که چرا از شتر پایین نیامدید، طواف نکردید؟ ایشان گفتند اگر من در این مکان پیاده می شدم و طواف می کردم، این جماعت که من می بینم خاک اینجا را می خوردند و هم می بردند. ولی متاسفانه زحمات ایشان به هدر رفته و اشخاصی که به مکه می روند فکر می کنند که آنجا خانه خداست. خیر، خداوند به دنیای مادی تعلق ندارد که خانه ای داشته باشد. خداوند زمان یا مکان ندارد و همه جا هست و کعبه و آن مراسم فقط برای اتحاد مسلمانان است. انسانها انگار دست از بت پرستی بر نمی دارند، از خداوند غافل می شوند و پیامبران و امامان را در حد یک بت می پرستند. از فلزها و اطراف قبر امامان و پیامبران شفا می خواهند.
پس چرا از خداوند شفا نمیخواهند و خواسته خود را به خداوند نمیگویند؟ خداوند احتیاج به واسطه ندارد، روزی یک مورچه را هم تأمین کرده است. این بیمارستانها، دکترها، علوم همه از الطاف خداوند است و به غیر از پیامبران و امامان که همگی قابل احترام هستند ولی بت نیستند، بندگان خدا که در قید حیات می باشند بعضی ها را اینقدر بالا می برند که مانند یک بت می شود و می گویند که او مطلق است. خیر، چنین چیزی نیست. بشر جایز الخطا است و مطلق فقط خداوند است. پس چه باید کرد؟ به همه این حماقت ها ادامه دهیم؟ نباید ملت ها را روشن کرده و از فقر فرهنگی نجات داد و از بت پرستی نوین آنها را برحذر داشت؟ به اعتقاد خداوند یکتا دعوت کرد؟ ناگفته نماند که دین امروزی به صورت بت پرستی پیشرفته در آمده و از خداوند غافل شدند. و این سه اصل که واقعاً کلام زیبایی دارد، یعنی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک، به فراموشی سپرده شده و هر کسی که این سه کلام را میگویند او زرتشتی می باشد و واصل خرافات قرار دادند و از خداوند غافل شدند. دوستان خواننده که حماقت این جانب در نوشتن این کتاب را تحمل کرده اید، در آخر تنها راه ادامه را راه امام زمان و خوشنودی خداوند در گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک می باشد. و برای کسانی که به حماقت‌های خود ادامه می‌دهند و به جای خداوند بت برای خود می‌سازند و برای دیگران نیز مشکل درست می‌کنند، تنها یک نصیحت می‌کنم: گوش خر را بفروش، دگر گوش خر. این سخنها کی رود در گوش خر؟ خر چه داند قیمت نقل و نبات، کاه و یونجه می‌خورد در کنج حیات. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. از همه شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا انتها شنیدن این کتاب رو ادامه دادید. امیدوارم که کتاب مفیدی باشه و بتونید از این کتاب و کتاب‌های دیگر به عنوان پلی برای حل مسائل و مشکلات در زندگی استفاده کنید. و باز در انتهای کتاب چند تا موضوع رو باید به اون تأکید کنیم. یکی این که ما نه نوشته این کتاب رو تایید و نه تکذیب میکنیم و قضاوت رو به شما عزیزان واگذار میکنیم. و مبحث بعدی از شما تقاضا داریم که ما رو در یوتیوب دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. و در آخر تا حد الامکان، حالا چه این کتابی که ما تهیه کردیم و یا هر کتاب صوتی دیگری رو که خودتون صلاح میدونید و به اون علاقه دارید، سعی کنید اون رو با هر کسی که کنارتونه، خانواده، دوست، رفیق، همسر، با هم گوش کنید، چرا که جامعه ما امروز تشنه کتاب و کتابخوانی است. تا موضوع و کتاب دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که در لحظه لحظه زندگیتون لبخند به لبتون باشه. خدا نگهدار.